به همین خاطر است برادر عزیز ما دعوت ها را قبول کردیم، می رویم و مطمئن باشید که تنها به خاطر وحدت واقعی بین مسلمانان است. من با اجازه شما دیگر صحبت ها را به همین تمام کنیم. یک دو سوال خطی است چون وقتم رفت، نماز عصر هم هست، باز مهمان داریم. ما برادر عزیز ما سفر واخری بعدی اول شما سوالتان اتید. یک برادر خواهش کرده است که دو جمله درباره احمدشاه مسعود نظر شخصی خودم را بگویم. من احمدشاه مسعود را از پیش نمیشناختم، ندیدم، مگر اینکه یک مرتبه در همین مسجد دوشنبه نماز جمعه را میخواندیم که در همون پهلومون پیدا شد، جای نماز رو پرتافتن. چون نیت میکردیم دیگه فرصت سلام نبود، گفتیم حتما بعد فرض خواندن سلام میکنیم، بعد نماز خواندن. ما بعد فرض جمعه را خواندن نیت سنت کردیم، نفل گفتیم بخونیم که ایشان همون فرض خواندن و رفتن، یعنی از دیگه فرصت سلام علیک نشد. متاسفانه از نزدیک ایشان رو زیارت نکردم، ولی ایشان را همچون یک مجاهد، همچون یک تاجیک وطن دوست و اصیل میشناسم، احترام میکنم. خدمت هایی که به مردم افغان و تاجیک کرده است فکر کنم در این 100 ساله ها کسی نکرده باشد. بیشتر و بالاتر از این گفتن نمیتوانم، چون که هر چقدر بگم تکراری گفته های پیشین است و من مخالف هستم با کسانی که احمدشاه مسعود را گاه گاه انتقاد میکنن که گویا در یک لحظه چی گویم یک کمی گویا فشار آورد بالای اپوزیسیون تاجیک یا بعضی از دوستان. احمدشاه مسعود بهترین و بیشترین کمک را به تاجیکان در هر دو طرف کرده است، ولی وضعیتی که اون وقتا بود واقعا بالای احمدشاه مسعود و استاد ربانی فشار خیلی زیاد بود. طالبان تقریبا افغانستان رو پره گرفته بودند. احمدشاه مسعود در یک کنار افغانستان تنها مانده بود. صلح و ثبات تاجیکستان معنی قدرت یافتن مقاومت افغانستان بود و این رو استاد نوری هم درک کرد. پرزیدنت تاجیکستان هم خوب درک میکردن که اگر ما در تاجیکستان صلح کنیم برادران ما در افغانستان پرقوت میشوند و طالبان کاملا افغانستان را گرفته نمیتوانند. هدف اصلی همین بود و همین هم انجام شد. برای همین من فکر میکنم که احمدشاه مسعود همچون یک مجاهد، یک مبارز، یک تاجیک اصیل وظیفه خودش رو در نزد ملت افغانستان و تاجیکستان انجام داده است. یک سوال دیگر دادند دوستان که پیروزی رو در چی میبینید؟ به هدف رسیدن یا تا به هدف رسیدن